بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت نگاه تمام شما خوبان و بیننده های عزیز. انشاءالله در هر جایی که هستین خوب و صحتمند و دور از گزندی روزگار باشین. دوستای عزیز، ضمن قبولی طاعات و عبادات عید سعید فطر برای همه شما عزیزان و بیننده های عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. دوستای عزیز، ما امروز در یکی از مکانهای زیبا و واقعا دیدنی مزار شریف که ولسوالی مارمول است آمدیم و انشاءالله که شما هم لذت ببرین. دیگه سلامت. اول عید سال 1404. آقا صاحب چی گفتنی داره؟ والا امروز دیگه فقط احساس کن، گپ نزن. فضا رو می‌بینی. بله، طبیعت سر طبیعت. دکتر کمال چی گفتنی دارین شما؟ گفتنی خاص نداریم. عید بسته ملت تبریک. روزه و نمازشون قبول. آره که خیر امامات. بلی اونم زو برکن باید. نو خوبه والا. دکتر صاحب الیزابت چی گفتنی داره؟ دکتر صاحب محتشم بزرگوار. ان شاء الله که جور و صحت مند باشین. عید 1404 مبارک. ان شاء الله که یک عید خوب و خوش و باحالی داشته باشین. خوش آمدید دکتر صاحب. خوش باشید دکتر صاحب. دکتر صاحب عزیزم بابا نمخوره. جان صدای میگه بچه بازی دی مسلمان خودتان داشته؟ دوستای عزیز، به خاطر که وسایل خیلی سنگین بود دیگه نمی یک خر کرا کردیم. دوستای عزیز، در این موقعیت بسیار عالی بسیار خوب قرار داریم. برای شما هم انشالله پیشنهاد منیم که فرصت یاری کردین در این مکانهای زیبا و دیدنی مزارجان تشریف بیاورین.
شروع. بسیار عالی دینی مزاریا. نه این دو شهر میتونن دفاع شو خوب بله برو. جانو سایکو قدرت سایکو جانی منسی برو. تلفون رکدی در کد مخرا اما که گل لیز ماشا بسته بو پیشم بودو رسکندی نکو بودو بو پیشم یعنی کی پیشا دکتر صاحبی معزز پیشا برو چند شدی محمد؟ مرا مسانجا مرا من یک پیش خود را بارتون دوری باید یک دیگه شم بیا ده من مداری میزن مداری باید سایکو دوری ده سایکو باو صبر اونو بکشی ای ما بیزن جان خلاص پیش هستیم نو پیشیم قدرت پیش ده پیش هستیم بیا دکتر جان کجا رفته دی؟ کارت یادی باشه بسیار خوب دوستای عزیز و بیننده های گرامی دیگر بسیار در یک موقعیت جذاب و عالی ما آمدیم اینجا منطقه پیستزارای ولسوالی مارمولی ولایت بلخ است و ماشاءالله جمعیت و مردم هم خیلی زیاد آمدند و در پایین تپه موترها ایستاده هستند و مردم در همین بین تپه ها دیگه جاگزین شدن. دوستای عزیز بریم که همکارای ما رفیقای ما چیز کار آمدن و ببینین چه یک جای بسیار جذاب و عالی هستیم ماشاءالله دیگه بعد از باران ها بسیار سبز شده اگه باشد که دکتر صاحبا و دوستا چیز کار آمدن دکتر صاحبا سلام علیکم. علیکم سلام. حبیبی. حبیبی.
کاکا جان شما چی کار مونین؟ بسیار خوب بسیار خوب، دستی درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ضمن تبریکبادی عید سعید فطر به خاطر که اینجا بسیار یک آب و هوای خوب بود، گفتم که یک شعر در مورد عید سعید فطر برای شما دکلمه کنم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرم. تا پیک صبا مژده ز عید رمضان داد، او باب چنان را ز رخ ماه نشان داد. از آتش دوزخ همه را حضرت جانان، از یمن چنین روز و کف خط امان داد. از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت، پاداش خداوند به ما باغ جنان داد. بشنو ز خروس سحر از بام شریعت، بر پیکر این روز به آواز توان داد. بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک، که از نور حضورش طربی بر همگان داد. دکتر صاحب مرتضی تو چی گفته داره؟ سلام و درود خدمت همه دوستایی که ما رو میبینه. عیدتان مبارک باشه، انشالله طاعات عبادات قبول باشه. گفتنی خاص ندارم، فقط آرزو میکنیم که در این روز عید طوری که ما اومدیم لذت میبریم، شما انشالله از زندگی خود، از روز خود، از عید خود لذت ببریم. زنده و سرفراز باشید. ماشاءالله ماشاءالله. عید سعید فطری همگیشون مبارک باشه انشالله. دکتر صاحب زاکری گفتنی والا عید برای همگی مبارک باشه انشالله. اوقات خوب و خوش داشته باشید. دکتر صاحب کمال عیدتان تبریک، روزانه روزا قبول. خیلی زیاد دیگه بابت زحمت‌های تشکر. دکتر صاحب قدرت تشکر. روزه و نماز تمامی موفق قبول باشه انشالله. دکتر صاحب جاید خوشحال باشید، سرشار باشید، زنده باشید. آفرین. نوش جان دکتر صاحب محتشم نوش جان. کاکا جان دیگه زحمت‌ها رو ببخشید دیگه. ایدای کلگیش مبارک. این حال من خودم مندم از خودم که عکس میگیرم. بخور محتشم جان، بخورم زحمت کشته. زحمت